إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. دوستان عزیز، برادران محترم، امروز ما و شما داخلی جمعه رمضان قرار داریم که زمان بسیار کم است. فرصت ما دیگه عمر تیر میشه، اوقات بسیار قیمتی است، زیرا این زمانه را الله متعال یک بهانه برای بنده های گناهگارش جور کرده که کوشش بکنن، عبادت کنن، اطاعت کنن، توبه بکنن، تعهد بکنن با خالقشان، که همه احکام و دستورات که الله متعال فرمان صادر کردگی سر عملی میکنن. هدف پیدایش و فلسفه یا حکمت خلقت انسان ها الله متعال در قرآن بیان کردگی است. از نظر مؤمنین و قرآن و اسلامی است که فقط و فقط عبادت و اطاعت الله است. از دستورش در همه بخشای زندگی اطاعت بکنن، از فرمان الله، از حکمش، و در اوقات خاص که الله تعیین کردگی است عبادت‌های خاص انجام بده. هر مومن قسمی که الله می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسان و جنیات پیدا نکردیم مگر فقط برای عبادت. رمضان بزرگترین نعمت بود. ما و شما در روزهای آخرش قرار داریم و پیامبر صلی الله علیه و سلم غیر از اینکه ماه رمضان روزه می گرفت، در روز اخیرش اعتکاف می شست. در مسجد نبوی بسیار حریص بود به اعتکاف، یعنی 10 روز عبادت بسیار شدید می کرد. قسمی که در صحیح بخاری پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که عایشه رضی الله عنها می کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یجتهد فی عشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره. در 10 روز آخر آنچنان تلاش می کرد که در دیگهش نمی کرد. در دیگه حدیث صحیح بخاری میاد که اذا دخل العشر الاواخر، وقتی که 10 روز آخر داخل میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم چی کار میکرد؟ شد مئزره، کمر خود بر عبادت بسته میکرد، زیاد عبادت زیاد میکرد. و احیا لیله، و شب احیا میکرد، عبادت میکرد، یعنی کل شب یا اکثر شب عبادت میکرد. روز خو عبادت میکرد تا شب هم قیام اللیل بسیار طویل میکرد. حتی در حدیث صحیح بخاری میاد که پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 روز جماعت نماز داد در رمضان. روز اول تا ثلث لیل صحابه آمدن اقتدا کردن، یعنی 3 حصه شب. باز در دیگر روزش نامد که شب 23 بوده، در شب 25 باز آمد تا نصف اللیل عبادت کرد. باز شب بعدی آمد، شب 27 آمد تا آخر شب، که حتی صحابه گفت ترسیدیم که از پیش ما سحری میره. یعنی شب 27 تا صبح پیامبر صلی الله علیه و سلم عبادت و
قیام اللیل کردگی است. شب عبادت کرد تا آخر شب 27. بعد از او در دیگر روزش نبر آمد. صحابه گفتند که یا رسول الله ما امیدوار بودیم، انتظار داشتیم. پیامبر صلی الله علیه و آله برشان گفت خشیت ان تفرض علیکم، ترسیدم که به بالای شما فرض شود، با شما تواناییش نداشته باشین. یعنی فعلا ما و شما شب 27 و شب 29 که پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتکاف هم که میکرد به خاطر احیای لیلة القدر، که شب لیلة القدر که عبادتش از 83 سال بالاست. قرآن میگه لیلة القدر خیر من 1000 شهر، شب قدر عبادتش بهتر است از 1000 ماه، که از 83 سال بالاتر می شود. به خاطر به دست آوردن عبادت بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 روز اعتکاف میشست و شبها احیا میکرد، شبها را عبادت میکرد تا که ثواب لیلة القدر عبادت به دست بیاره. سعی کنین با وجودی که خود شخص پیامبر الله بسیار مقام داده، درجه دادگی است که هیچ کس به اون نمیرسه، اما آنقدر در عبادت تلاش میکرد که از ما و شما که بسیار مرتبه، یعنی به 10 مرتبه بالا تلاش میکرد. چرا؟ به خاطر که ما میخوایم بنده شکرگزارش باشم. بر امت پیامشی بود که امت باید زیاد تلاش کنند در عبادات رمضان و آخرین شبها، و میفرماید که تحروا لیلة القدر، طلب کنین شب قدر را فی العشر الاواخر من الوتر فی رمضان، در 10 روز آخر از وتر، روزای طاق. و شب 27 بعض صحابه عبدالله ابن ابی ابن کعب میگه که قسم به الله است که در شب 27 است، و شاید که در اکثر اوقات در شب 27 بودگی است. به می خاطر مسلمان ها در اکثر جای دنیا شب 27 بسیار کوشش میکنن و عبادت میکنن و اطاعت میکنن که ما و شما باید از این محروم نشیم. همین قسم شب 29 این روزهای اخیر مانده توبه بکنیم. کسایی که غفلت کردن تا آخر رمضان، حال وقت عزیز که توبه بکنه و با الله تعهد کنه و عبادات، اطاعت و بندگیش این را در همه بخشای زندگی خود، در هر لحظه زندگی خود انجام بده. یکی خوی موضوع است که انشاءالله ما و شما این کار میکنیم. اکثر دوستا الحمدلله این عمل انجام دادن. و دومی که در این روزهای اخیر رمضان یک فریضه دیگه متوجه ما و شما از یک حکم دیگه که زکات الفطر است. یعنی به خاطر نعمت و شکر و سپاسگزاری افطاری و آمدن عید زکات فطر بتیم. دین اسلام دین محبت، دین اخوت و دین برادری است و دینی است که هر مسلمان الله مکلف کرده که یکی از دیگه خود از حالات یک دیگه خود، از مشکلاتش خبر باشه و به مشکلات یک دیگه خودان رسیدگی کنن. فقیرا، مسکینا، کسایی که محتاج هستند، پول ندارن، سرمایه ندارن، حالت زندگیشان خوب نیست، با اونا توجه خاص کنه. زیرا عید مسلمان ها 2 عید است، یکی عید رمضان است، دوم عید اضحی یا عید قربان است. در این روزها مسلمان ها جمع میشن و تجلیل میکنن و خوشحالی میکنن، اما فقیرها و مساکین اونا را باید توجه خاص کنه. در هر 2 عید الله حکم صادر کرده. در عید قربان باید قربانی کنن و با فقرا و مساکین برادرایی که الله برشان پول زیاد نداده به اونا رسیدگی کنن. در عید رمضان یا در عید سعید فطر در زکات فطر را فرض کردگی است الله. قسمی که حدیث صحیح در بخاری مسلم متفق علیه عن ابن عمر رضی الله عنهما قال فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين متفق علیه. عبدالله ابن عمر میگه که فرض کرد رسول الله، یعنی حتمی است، ضروری است که باید ادا شود زکات الفطر، زکات فطر را، زکات ازی که افطاری میکنه این چند روز بعد. زکات فطر فرض کردگی صاع من تمر، 1 پیمانه است خرما،
او صاع من شعیر یا یک پیمانه از جو. در دیگه حدیث میاد یا یک پیمانه از گندم و یا یک پیمانه از کشمش و همین قسم دیگه چیزایی که خوراک مشهر می باشد. علی العبد به بالای بنده الله که حتی غلام باشد و الحر آزاد باشد و ذکر مذکر باشد مرد باشد و الانثى و صغیر و الکبیر یا خرد است یا کلان است من المسلمین از مسلمان ها. یعنی هر کسی که سرپرست فامیل است و کسایی که زیر دستانش است اطفالش است از کل از اون مسئولیت داره که زکات فطره بپردازه. یک ثابته نیم سا هم آمدگی است اما او مرجوح است ثابت نیست. در حدیث از او اختلاف است که نیم سا را علما رد کردگی، بعضی نیم سا را قبول کردن. سا پیمانه را میگه، پیمانه ای که در دوران پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه بود، شهر مدینه و حکومت و دولت مسلمان ها در اونجا بود. یک سا در او وقت به حساب او وقت حالا ما و شما کیلو میگیم، یعنی چهار دفعه دو دسته یک مواد خوراکه را که بگیری، کسی که دستایش متوسط باشه بسیار کلان نه متوسط 4 دانه ازی یا برنج باشد یا کشمش است یا خرما است یا پنیر است، هر چی که است 4 دانه ازی را که میگیری میپرتی. این با وزن فعلی که است 2 کیلو 750 گرم میشه، یعنی تقریبا 3 کیلو، بعضی ها 2 کیلو 800 گرم، بعضی ها 2 کیلو 500 گفتگی است، یعنی 2.5 کیلو یا 3 کیلو خوب میاد، یعنی 1.5 گرم کم 3 کیلو. کسایی که سرمایه داره، کسی که میگه من زندگیم خوب نیست و نه 2.5 کیلو 2.5 کیلو کم نباشه، ایرا ادا بکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگه حدیث میاد که دمی حدیث میاد و امر کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم ان تؤدى کی ادا شود قبل ان یخرج الناس الى صلاه العید، پیش از اینکه مردم به نماز عید میروند. فرض شدنش، واجب شدنش در روز آخر رمضان که آفتاب غروب میکنه، اینمی وقت فرض میشه. هر کسی که دمی وقت حیات داشت سر از این فرض است. حتی اولادش اگر پیش از غروب آفتاب پیدا میشه او هم صرف از حامله، اطفال حامله که حمل است، یعنی در اشکم مادر است، از طرف از این داده شوه. یعنی در این عثمان رضی الله عنه از اطفالی که حمل می بودن، یعنی در اشکم مادر می بودن، هم می پرداخت. یعنی دادن از او مستحب است، واجب فرض نیست. اما او اطفالی که به دنیا آمده باز فرض است که پدرش و سرپرستش از طرف از او بپردازه. کدام نوع غذا را بپردازد؟ ابو سعید خدری رضی الله عنه می فرماید، حدیث صحیح در بخاری، میگه رسول الله صلی الله علیه و آله امر کرد که ما طعام و غذای شهر خود بپردازیم، 1 سا 1 پیمانه. بعد میگه و کان طعامنا التمر، میگه غذای خوردنی ما در وقت خرما بود و زبیب و کشمش بود و اقط یا اقط یعنی پنیر بود، شیر خشک میگه. و یعنی این از این فهمیده میشود و جمهور علما مجتهدین میگویند که در هر شهر خوراکش که چیزی میباشه او و اکثریت مطلق فعلی علمای معاصر یه را ترجیح میتن که برنج بهترین خوب چیز است، زیرا گندم آرد میکنی و خمیر میکنی مشکلاتش زیاد است. در وقت بهترین غذایشان گندم بود، زیرا کم میافت میشد، قیمتی بود، یا آرد گندم بود. حالی که است عام در شهر ما و شما برنج است که از این فقیر بسیار خوب میتونه استفاده کنه، حتی نان نباشه، هم من حیث غذا هم من حیث نان است میشه استفاده شود. پس برنج بپردازین بهترین است. اگر کسی خرما هم میته 3 کیلو و هم خوب، اگر کشمش هم میته، اما برنج بهترین است. 3 کیلو باشد، کسایی که دارن پشت 1.5 گرمش نگردن، و کسایی که میگه زندگی موقع خوب نیست 2.5 کیلو کم نباشه، زیرا سایه پیامبر صلی الله علیه و سلم
به می مقدار فعلا اندازه شده و تعیین شدگی است. خب اگر یک کسی در فامیلش اطفالش خودش 10 نفر میشه و نه 2.5 کیلو یا 3 کیلو حساب بکنه 10 30 کیلو می شود. 30 کیلویشان چند بوجی برنج می شود. خب 7 21 8 یعنی 4 سیر تقریبا 4 سیر می شود. همین قسم بپردازین کسایی که مستحق هست بریکی داده شود. در حدیث صحیح میاد که عبدالله ابن عباس میگه فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر، فرض کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات فطر را طهرة للصائم، به خاطر پاکی روزدار من اللغو و الرفث، از گپای بیهوده، از گپای گناه. یعنی در جریان رمضان که اگه بعضی گپای گناه را گفته وقتی که صدقه فطر میته الله روزی از را کامل میکنه. این متمم است که روزیش کامل میشه، تکمیل میشه و خوبتر قبول میشه. اما ای که کسایی میگن که اگر کسی زکات فطر نتا سرسایه میگن صدقه فطر روزیش دعوا معلق میمانه قبول نمیشه، این گپ صحیح نیست. این در هیچ آیت حدیث نامدگی است، صرف امیق است که متمم و مکمل است. طهرة للصائم، پاک کننده است روزدار از لغو و رفث، یعنی گپای بیهوده و گپای بعضی گناه از زبانش صادر شده. الله اونمو گناهش اونمو روزیش از گناه پاک میکنه، یعنی خوبتر پیش الله مقبول میشه روزیش. متمم و مکمل است برای روزی ازی. اما دعوا که میگه معلق میمانه، بعضی مولوی صاحبا خو در دیگه مسجدها در اطرافا افغانستان ولایت‌ها که برین اما ماش امامتی خدا غیر از این که دیگه در سال گندم چیزا تا این کرده یا ماش بازمی سرسایه و صدقه فطره که از اونا شرط بسته کرده که ایره به مولوی مسجد امام مسجد میتی و اگر ندادین اونا امامتی نیست باز مسجد خراب میشه دیگه به امام میمانین. باز میگه که اگر کسی نتا و میگه یک تا میگه فقیر هستم در بدر هستم قرضدار هستم هیچ چیز ندارم هیچ چیز در خانه نیست، چی کار کنم مولوی صاحب؟ میگه والا روزی تو دعوا معلق ماندگی است قبول نیست، برو قرض کو بیار. قرض میکنه قرضدار هستم دیگه هم قرض کو، میگه خیره حالا 50,000 قرضدار است یک 5,000 دیگه هم در سرش برو. این چیز ای در اسلام نیست متاسفانه. حالا اکثر علما این کار نمیکنه، بعضی علمای ما اگه این کار میکنه این گپا را میزنه این ظالمانه است و خود از قرضدار فقیر مسکین باید بر از او داده شود، دیگه کسا بر از او بتن زکات فطر خدا نه که او را ما مجبور کنیم که برو قرض کو بیا بده. در حالی که مذهب ما و شما حنفی میگه که زکات فطر با بالای کسای فرض میشه که او صاحب نصاب زکات باشد، یعنی زکات عام، زکات مال خدا که میته سالانه. میگه اگر صاحب زکات مال نبود سرش فرض نیست، در حالی که دلیل صحیح نیست. بلکه در صدقه فطر پیامبر صلی الله علیه و آله نگفته که با یک نصاب مال برسه، بلکه یک کسی که میتونه برای چند روز مواد خوراکی غذا داره، مثلا برای 10 روز 15 روز یک ماه خوراک خود داره، دیگه قرضدار نیست، حاجات زندگیش پوره است. اگر کسی قرضدار باشه یک قرضدار از قرض خود داده میتونه. او روز یک کسی از من سوال کرد، خوب شد که او سوال کرد، من تعجب کردم. میگه در خانه 1,000 $2,000 ما چی ماندیم، دولت مشکلات یعنی اگه ضرورت شد سرمایه، اما 1,000 افغانی 2,000 افغانی قرضدار هستم. بعد میگه قرضدار که باشی زکات فطر با بالای نیست. من گفتم عجیب ولد کار جور کردین شما بر خود. $2,000 ماندی اونجا و تقریبا 2 لک افغانی میشه، 1,000 افغانی قرضدار هستی. حالا دیگه تو خود قرضدار فکر میکنی ها چی کنیم؟ میگم 1,000 افغانی مانده زکات فطر، میگن با بالای تو نیست، تو قرضدار هستی. این قسم میلا این خیانت است. الله ای تو آدما را سخت بد میبره، نفرت داره. اسلام تقبیح میکنه تو مردم ها را. خود 1,000 است یا 10,000 است ازم پیسیت برو بتیش دیگه، تو قرضدار نیستی. ها میگم میتونم داده، خب مرا میگن قرضدار است و مینه 1,000 افغانی ولی 1-2 لک روپام در خانه ماست. این قرضداره 2 لک در خانهش است و 1,000 افغانی یا 10,000 افغانی. نه کسی که قرضداری که این تو قرضدار است که هیچ چیز دیگه در خانه خود نداره، غذای خود پیدا کردن نمیتونه، اینی باید مستحق عزیز که برازی داده شود.
در غیر از او کسی که قوت و غذای چند روز خود داره و توانایی زکات فطر پرداختنش داره، به بالا از این فرض است که برو به مسکینایی که هیچ ندارن بر از اونا بپردازن. و دوم و همین نظر صحیح است، یعنی یک نصاب زکات این ضروری شرط نیست، برای از این دلیل صحیح وجود نداره. طعمة للمساکین دیگه غذا است برای مسکینا. سعی کنیم پیامبر صلی الله علیه و زکات فطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، پاک کننده است روزه‌دار از گناه ها، سخنای بیهوده، دیگه سخنای گناه. یکی خو میگه روزه را پاک میکند از گناه ها، و دومی که طعمة للمساکین غذاست برای مسکین. سعی کنیم برای کی پرداخته شوه؟ مسکین. مسکین کسی است که یک روز نان خود نداره، یا یک روزه داره فردا را نداره، اینی را مسکین، یا یک وقت داره دیگه یک وقت نداره. یعنی برای مسکین داده شوه. مستحقینش مسکینا است، یتیم است، بیوه است، چیز نداره، غذا زندگی نداره، بر از اینا پرداخته شود. خب ما و شما در شهر ما و شما که هست میگن گندم بته، گندم یک چیز ارزان یافتن. بازو میگه که یک سایش که هست نیم سیر است، نیم سایش که هست یک چارک است، یعنی یک چارک یعنی 2 کیلو چیز کم گندم میته. باز میگه تو بریم پرسان کنین کیلوی چند از گندم در شهر، وانا پرسان میکنه یا کیلوی 30 روپه یا 40 روپه، بالاخره میگه 50 60 روپه میشه 2 کیلوش. 2 کیلو بسیار زیاد است، یک چارکش 50 روپه میشه. به می قسم این صحیح نیست، زیرا ابو سعید خدری رضی الله عنه میگه که ما را پیامبر صلی که امر کرده بود که از غذای شهر بپردازیم. سام من طعام خوراک. مثلا در یک شهر است که هیچ برنج نیست، دیگه چیزام نیست، اونجا گوشت زیاد است، ماهی است غذایشان، باز اونا از همون چیز میپردازه، زیرا دیگه غذا وجود نداره. چیزی که غذای شهر است خوراک عامش. خوراک عام ما و شما اساسی و صحیح فعلا برنج است. هر جایی که میری میمان میشی برات پلاو حتمی است، در پالیش اگر دیگه چیز باشه. این برای فقیر بسیار مهم است و مفید است، از این باید بپردازیم. خب اگر قیمتش 1 کیلوی 100 افغانی باشه، متوسطش 80 است یا 70 است، برنجی که پلاوی میگیم یا پخته شود، نه 70 روپه متوسطش است. اگر اعلایش میتیم بسیار خوب است. در هر چیز که بهترین بتیم الله خوب قبول میکنه، زیرا الله در قرآن میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما نمیتونین به نیکی برسین، جنت حاصل کنین تا اینکه انفاق کنین، مصرف کنین از اون مالی که دوست دارین. خب در ارتباط از این خالفا میدیم که زکات فطر فرض بوده به بالای همه اطفال است، خدمتگار است، همه ای که سرپرستش مرد خانه است باید بپردازه. 3 کیلو خوب است، یا نزدیک به 3 کیلو، 2 کیلو و 7.5 گرم و یا کم از کم 2.5 کیلو پرداخته شود و از برنج پرداخته شود. یک سوال دیگه است که آیا قیمت پرداخته میتونیم یا نه؟ قیمت چطور است؟ قیمت امی پول امی چیزا را در این اختلافات است در بین علما. جمهور علما است، مالکی، شافعی، حنبلی، این مذاهب اسلامی ما و شما، اینا میگن که قیمت جایز نیست، پرداخته نمیشه، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله میتونست قیمت بگوید، بلکه طعام گفتگی است، غذا گفتگی است، غذای خشک همون شهر گفتگی است. بنان اگر می کسی قیمت میپردازه او صحیح نیست و او درست نیست و این زکات فطر انجام نداده. اما مذهب حنفی ما و شما این میگه قیمت هم میشه که پرداخته شود، دلش حاجت و نیاز باشه نباشه. میگه قیمت و چیز که است خوراکه، یعنی برنج و خرما و کشمش و پنیر و این چیزایی کلش یک قسم است، این مساوی است. دلش قیمت از او را خود برنج میپردازه یا قیمتش میپردازه، هر دوش یک قسم میدانه. اما نظر سوم این است، مثل شیخ الاسلام ابن تیمیه و دیگه علما، که در حالتی که حاجت و نیاز باشد، یعنی نیاز به قیمت باشد، قیمت خوبتر ادا شود، میگه میشه که قیمت هم پرداخته شود. مثلا اگر آل ما به حساب برنج بگیریم، یا کسی برنج نمیتونه یا مشکل برش پیدا میشه، بعضی در حالت تنگنا قرار میگیره،
زیرا باید زکات فطر پیش از نماز عید پرداخته شود. یعنی پیش از اینکه در نماز عید میایی زکات فطر ادا کنی، به مسکین و فقیر برسان. زیرا در حدیث صحیح میاد که کسی پیش از نماز عید بپردازه، عبدالله بن عباس میگه فهی زکات مقبوله، زکاتی است که مقبول است. و من اداها بعد صلاه العید، اگر کسی بعد از نماز عید پرداخت زکات فطر خدا، فهی صدقه من صدقات، یک صدقه از صدقات است، این زکات نداده و گناهگار شدگی است، باید توبه بکنه، گناه کلان مرتکب شد. مگر اینکه یک کسی برش مشکل پیدا میشه نمیتونه که پیش از عید بپردازه. گفتیم وقتی که آفتاب غروب کرد، اینمی وقت تا پیش از آمدن عید بهترین وقتش، افضل ترین وقت است. بعد از غروب آفتاب رمضان که تا صبح که نماز عید شروع میشه، پیش از او بپردازی. اما صحابه در حدیث صحیح میاد که یک روز پیش از عید و 2 روز پیش از عید هم می پرداختن. پیش از رمضان صحیح نیست، پیش 2 روز پیش هم این صحیح نیست، 1 روز پیش یا 2 روز پیش این هم صحیح است، مشکل نداره. در حدیث آمده و صحابه عمل کردگی است، پیامبر صلی الله علیه و آله اونا را تایید کردگی است، یعنی در حدیث تقریری ثابت میشه. پس هر کسی 2 روز پیش از عید هم می پردازه صحیح، یا 1 روز پیش، و یا اینکه در روزی که عید است پیش از اینکه به نماز عید بیاد و از نماز از غروب آفتاب که شام شروع است تا صبح زکات فطر خدا بپردازه. اینال قیمت یگام تا در مشکلات گرفتار میشه قیمت هم بده. قیمت هم میم صحیح است، نظر خوب است و درست است که به حساب برنج اگر 2.5 بگیریم که حساب کنیم 2.5 کیلو نه 2.5 میشه کیلوی 100 روپه. اگر به 3 کیلو بگیریم 300 نفر 300، 10 نفر باشد 3000 افغانی بپردازه، 20 نفر باشد 6000 افغانی بپردازه. اگر 5 نفر است 1.5 افغانی بهتر شمیست. 2.5 حساب میکنه هم صحیح، 300 حساب میکنه هنوز خوبتر است. اگر متوسطش بگیره 200 هم میشه، اگر کسی یعنی چیز باشد متوسط برنج که ما شما حساب بکنیم. پس این شد که بعضی احکام صدقات فطر بسیار مهم است که ما شما این عمل انجام بدیم. کسایی که در خود شهر است مستحقین اول به اونا داده شود، همسایه تسویناست، و اگر اونجا مستحقین نیست باز میشه که در دیگه شهر در جایی که فقیرا و مسکیناست به اونا. یک کسی میتونه از این 10 نفر به 1 نفر بده مستحق، یا اینکه به چند نفر تقسیم کنه. مثلا وقتی که 10 نفر است 30 کیلو یعنی برنج میشه به 1 خانواده بده و میشه که به چند خانواده هم بده، نظر به احتیاج و ضرورت. خب انشالله شما وقتش هم فهمیدین و مقدارش هم فهمیدین و یکی یک فریضه بسیار مهم است، این هم ما شما درک کردیم و از طرف کدام اشخاص پرداخته شود این هم فهمیدیم. حال مثلا اگر شما فقیر مسکین اینا دارین و نه خوب است اونجا، یا اینجا ما محتاج و مسکین و فقیر و یتیم است، در مدرسه هم میشه بعضی فقیر پیدا نکنه در منطقه خود مسکینه، برنج است هم اینجا میتونین بیارین، در مدرسه ما هم میشه بپردازین، زیرا اینا را باز ما آیسته آیسته اینا استفاده میکنن. یک 40 دانه حافظای قرآن تقریبا 40 نفر است، قرآن حفظ میکنن و 1 سال یا 2 سال یا 3 سال بعد از اون میرن دیگه علوم یاد میگیرن، دلشان که یک علم حرفه‌ای انجینری دکتری یا علوم اسلامی و غیره. یعنی اینجا ما مستحقین داریم. اگر کسی مستحقتر و مسکینتر و فقیرتر در منطقه خود پیدا کرد بتین، اگر نه که میبینین که اینجا کلگی زکات فطر میته یک مسکین و فقیر نیست، باز اینجا بیارین برنجام بیارین خوب است میشه، و همی قسم دیگه پول نقدام بیارین میشه که اینجا هم تسلیم کنین. و ما به این کسایی که محتاج نیازمند، بسیار کسا پیش ما میاد که ما را در این مدرسه بگیم، ما چون که مشکلات اقتصادی است 1000 یا 1.5 افغانی میگیریم، بعضی کسا را ما نمیتونیم که اینجا در مدرسه لیلی است جلبش کنیم یا اونجا وارا جای بتیم برش، به خاطر مشکلات اقتصادی است. میشه که ما دیگه کسا را یعنی
وقتی که اینجا درآمد باشه، سر از اونا مصرف باشه، دیگه شاگردار هم اینجا قرآن حفظ کنن، اسلام یاد بگیرن، بعد از او برن دیگه علوم یاد بگیرن. یعنی بعضی کسا از مشکلات برش پیش میشه که فقیر پیدا نمیکنه، ایران میمونه چیکار کنه و آخر به یک سرمایه‌دار میتیش و میگه که مجبور یا قبول میکنه یا نمیکنه. خب این خود زکات فطر بود، بسیار فرض است، مهم است فهمیدیم. چیز دیگه ای که باید ما و شما بفهمیم، هفته بعدی پیش از اینکه جمعه بیاد ما و شما به نماز عید میریم. الله بر ما و شما حیات و صحت و امن و امان نصیب کنه. ان شاء الله که روز پنجشنبه یا چهارشنبه شکی است، پنجشنبهش حتمی است، نماز عید است. نماز عید حکم از این هم میخوایم که یک چیز معلومات باشه بفهمیم. حکم نماز عید، عید اضحی و عید فطر، دو روز خوشحالی مسلمان است. این روز با عبادت الله آغاز میکنیم. حکم از این اختلافات در بین ائمه مجتهدین است، نظر به دلایل و احادیث. بعضی علما مثل مذهب شافعی و مالکی اینا میگن سنت مؤکد است. احمد ابن حنبل میگه فرض کفایی است، مثل جنازه واری، اگر جمعی برود از گردن دیگرها ساقط میشه. اما مذهب حنفی ما و شما واجب میدانه، واجب است و یا فرض است، یعنی حتمی است با بالای مردهایی که بالغ شد در نماز عید نامد مستحق عذاب است، گناهگار است، باید بیاید. و همین نظر که واجب میگه این صحیح است، نظر به احادیث که است. پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز عید امر میکرد و ضروری میدانست، حتی خانم ها را، حتی طبقه اوناس، زنهای ما شما کوشش کنین در نماز عید خانم های تانم بیاین. بسیار علما امورم واجب و فرض میدانه، محققین علما. یک حدیث در صحیح بخاری ام عطیه میگه که امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نخرج العواتق والحیز و ذوات الخدور. میگه امر کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم با بالای ما که در روز عید بیرون بکنیم العواتق، امو دخترای جوانی که نزدیک به بلوغ است، بعضش بالغ شده بعضش نه، یعنی خرد هستن، نو بالغ میشن جوان میشن اینا را. والحیز، خانمایی که حایض است، حتی حیض داره یعنی مریضی ماوار داره و هم بیاید. و ذوات الخدور، و دیگه خانم دخترایی که باکره هستن، یعنی دخترها بالغ شده و جوان شده است، یعنی تماما خانم ها را، پیر است، کلان است، جوان است، خرد است، همش بیرون شد. امر کرد. میگه ما گفتیم که یا رسول الله بعد از اینا جلباب ندارن، یعنی حجاب ندارن، چی کار کنیم؟ پیامبر صلی میگه امر کرد که لتلبسها، باید پوشانیده شود بر از این جلباب دیگه خواهرش، دیگه کس چادر و حجاب برش بگیرین و باید بیاین، یعنی امر کرده است. میگه ما می آمدیم، خب نماز خود عیدگاه می خواندن، کسایی که اگر صحت می بودن یعنی مریضی ماوار نمی داشت در نماز شرکت میکردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم خطبه را که میگفت یکی به مردا، یک خطبه اختصاصی به اونا هم میگفت، یعنی به اونا یک وعظ خاص میکرد. باز در حدیث می یشهدن الخیر، حاضر شوند در خیر مسلمانا و دعوت المسلمین، در دعای مسلمانا حاضر شوند. خانم ها او کسایش که مریضی ماوار داره نماز نمیخوان ولی در دعا و اینا شرکت میکردن. کسایش که جور می بودن اونا می آمدن نماز هم میخواندن. کلگی در عیدگاه می آمد. اینجا ما بر خانم ها الحمدلله تاکوی جای داریم، تقریبا 300 خانم، و او سودا برندهش هم کسایی که چیز باشد جای است که اونجا در دعا شرکت بکنن و در خیر مسلمان ها شرکت کنن. خانم ها، شیخ البانی میگه به بالای خانم ها واجب است، اگر که دیگران میگه که سنت است، یعنی پیامبر صلی الله علیه و گفتگی است. دیگه نمازها اختیاری است برای خانم ها، میایه نمیایه اختیاری است، اما نمازی امر پیامبر صلی الله علیه و که بیا. مردها خو فرض است به بالایش که باید بیان، و امی فرض عین بودن از این را اختیار بسیار علمای معاصر فعلی هم است، مثل شیخ ابن باز، ابن العثیمین، اینا هم میگن که فرض عین است نماز عید. خب در نماز عید چقدر که وقت خوانده شود بهتر است. وقتش هم میخوایم کمیال تعیین کنیم، اما چون که نمازگزارای مسجد ما از جای بسیار دور میاد، بعد نماز صبح که شروع میکنن
آفرینشان غسل میکنن، آمادگی میگیرن تا که اینجا میان. حتی بعضی از اون طرف کوتال میاد، بعضی از ارزان قیمت و بعضی از پغمان میاد، بسیار جای دور میان. به می خاطر ما نمیتونیم وقت بخوانیم، به خاطر از اونا وقتش وسعت داره. بعد از نماز یعنی طلوع آفتاب که شروع می شود، یک نیزه یا دو نیزه آفتاب برای تا پیش از ظهر می شود که ادا شود. اما سنت پیامبر صلی الله علیه و این بود که یک ذره وقتر میخوان. صرف عید قربان زیاد وقتر میخوان به خاطر که به قربانی برن. عید رمضان یک ذره وسعت داشت، یعنی حالی که وقت آفتاب که میبراید 5 بجه است، 5 صبح می باشه دیگه. در اون وقت که شما نماز بخوانین فعلا 20 بالا 3 دیگه تقریبا وقت صبح داخل میشه که 4 بجه شروع کنین تا 4 و نیم نماز دان خلاص میشه. بعد از غسل هم کنین و 5 میشه. بعد از روز عید بعد از چی خواب نشین. این مرضی است که در روز عید هم ببینی خواب میشه. یکی خواب شدن خوب نیست. پیامبر صلی الله علیه و بعد از نماز صبح میشست عبادت میکرد و دعا کرد که اللهم بارک لامتی فی بکورها، یا الله در صباحی بر امت ما برکت پرتو که در عبادت باشه. حتی در حدیث دیگه میاد کسی نماز صبح بخونه بشینه ذکر کنه تا اینکه 2 رکعت نماز اشراق بخونه، یک حج و یک عمره ثواب داره. اما اقلا روز عید خواب نشین که شما 4:15 خلاص کنین نماز و نه دیگه بعد از این اذکارتون هم یک 15 دقیقه بکنین تا 5 بجه تا غسلتان هم میشه، یا تا 5 و نیم که حرکت کنین 6 و 7 یعنی میرسین. یا پیش از او چقدر که وقت بین اینجا 6 بجه هم بین خوب است، عبادت کنین، اذکار بگوین، تکبیرات است. تکبیرات در ایام است، بعضی جا نمیکنن. بعد از این صبح که حرکت میکنی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، دوباره یا الله اکبر الله اکبر الله اکبر 3 مرتبه میگه. می قسم دیمی تکبیرات است تا که امام نمیاد تکبیرات گفته برین. بیاین اینجا قرآن هم بخوانین میشه. صرف که اگر اینجا مسجد است به خاطر مشکلات امنیتی ما و شما در بیرون نمیتونیم، میشه که در مسجد داخل شدین امی نماز تا این مسجد 2 رکعت ادا کنین، زیرا نمازی که ذوات اسباب است یعنی سبب داره که پیامبر صلی الله علیه و میگه اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، وقتی که یکی از شما در مسجد داخل میشه نشینه مگر اینکه 2 رکعت ادا کنه. این حدیث بخاری مسلم روایت کردگی است. دیگه هم احادیثی طور است، اما 2 رکعت فقط به خاطر مسجد بخوانین. دیگه اگر نه در حدیث میاد که پیامبر صلی الله علیه و پیش از نماز عید نماز نمیخوان، بعدش هم بعضی میاد در خانه خود خواندگی است اما در مسجد نمیخوان، فقط اونم 2 رکعت نماز میخوان. دیگه 7 بجه ما و شما وقت ماست که نهایتش اگر بعد دوستا با ما زنگ میزنه که ما در راستیم یا مشکل پیدا میشه تا 7:30 است، یعنی نهایت از 7:30 دیگه تیر نمیشه. 7:30 مجا نهاییش هم که اگر بر ما کسی زنگ بیه. اما شما پیش از 7-6 بجه باشین بسیار خوب، 6:30 خوب باید باشین، 15 کم 7 خوب باید اینجا باشین. ما اولین کاری که میکنیم پیامبر صلی الله علیه و در حدیث میاد که اول ما یبدأ به الصلاه، حدیث بخاری، اولین کاری که میکرد نماز بود. یعنی وعظ و خطبه و گپا نیست. در افغانستان ما شما اکثر در دیگه جایا که است وعظ و نصیحت و خطبه را امام پیش از عید شروع میکنه. حتی در ولایتایی که در عیدگاه میبرن یعنی در یک مکان کلان اونجا دیگه مولای صاحبا بیخی همون کل زور خدا در محیط آمادگی گرفتن، نیم ساعت این مولوی، نیم ساعت اون مولوی، نیم ساعت این مولوی، گپ میزنه که از این ساعت ناوقت هم میان 8 بجه شروع میشد، 9 میشه، 10 میشه. مردم هم حتی بر من شکایت کرد، مردم گفت ما را گروگان گرفته تا 11 بجه را گپ است. خب بعد از 11 بجه استاد میشد و این اعطینا را در نماز عید میخوانه. خب الحمدلله رم تیز میخوانه که وقت ناوقت شده نی 3 ساعت دیگه گپ زده رای سر که سخنرانی میکنه. این کلش خلاف سنت. وقتار بخوانی اولین کاری که میکنی نماز باشه. بعد از او امام خطبه بگوید، بعضی 2 خطبه میگه، بعضی یکی بهتر است که 1 دانه گفته شود. تکبیراتش چقدر باشد 4 هم است، دوم بسیار علما میگن صحیح است، 7ش بهتر است آنچه که در حدیث ثابت است که 7 تکبیر در رکعت اول، 7 تکبیر در رکعت دوم است، این بهتر است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در نمازهای سورت اعلی و سورت غاشیه، سورت اقتربت الساعه یعنی سورهای بسیار دراز میخوان.
انشالله ما میخوایم مطابق سنت عمل کنیم. شما اینجا وقت میین، اولین کاری که میکنیم نماز است، بعد از خطبه. اگر می مولای صاحبام هم میتو کنن به طریق پیامبر اول نماز بخوانن، باز امام یک خطبه مختصر نیم ساعت بگوید، بعد از او باز دیگه مولوی اگر گپ میزنه، گپ دیگه کسی شوقی بود بشینه، این گروگان نگیرن مردم و نه کسی که شوقی نبود تو نه بانک برو دیگه. اگر کسی میشینه و کل مسجد است هم خوب، اگر به حرکت به اندازه 10 نفر شش، خو اینی کاری که در ولایت ها میکنن این بیخی خلاف سنت و نماز هم ناوقت میکنن. در روز این مردم میخواه خشانده خدا دوستای خدا ببینه دیگه. دوستا نماز عید ما شما وقتش 7 است، نهایتش تا 7:30 و کوشش کنین که وقت بین. فرض است خانم ها را هم بیارین که اونا بفهمن. بسیاری خانم های ما شما از مسجد و عالم هیچ ندیدن، هیچ گپ نشنیدن. بعضی میگن من خودم میفهمانمش. نه، خودت تو یه ذره رقابت داره، شاورش هستی، گپ تو هیچ قبول نمیکنه. هر قدر که بگویی شاید در دلش شیطان هم وسوسه میکنه، ای چی میگه، من از کجا یاد گرفته، چی یاد گرفته. پیش عالم که بیا و عالم برش بشنوانه، گپ عالم و گپ خودت فرق داره دیگه. حتی گفتیم که واجب هم است. بعضی ها غیرت میکنه، خانمش آزاد میمانه در بازار 24 ساعت نه، کتی یک بچه خودی میره و هر وقت برو می سودا را بیار. اما در مسجد نه، در مسجد نرو، کسی خانم مرا نبینه و حجابش نبینه و از پشت حجاب رو نبینه که بعد من بی غیرت میشم. این غیرت های افغانی است. این ربان غیرت اسلامی چیزی است که اسلام بر ما و شما میگه دو خیر است دیگه. الله بر ما و شما توفیق عمل نصیب کنه. چند موضوع اینجا بیان شد. یکی شب قدر و عبادات ادامه بدیم. دوستا شب عید گناه نکنین. شب عید گناه کردن یا روز عید مثل عزیز که یک کسی غذا را میخوره خوب، غذای خوبه، بازم یک نیم ساعت که تیر شد دست در حلق خود میپرتم، چیزی خوردگی که هست نه، کل مواد پرقوت او را قای میکنه، پس اوسو میپرتش. یک ما شما عبادت کردیم، شب عید بسیار در عبادت تیر شود، در اطاعت در گناه. روزای عیدام امر بالمعروف نهی عن المنکر، انشالله در روزای عیدام ایرا براتان میگم که حالا لباس میگیرین با فامیلایتان لباسی باشه، حجاب باشه، پنجابی منجابی چیزا را نگیرین. شوقای بیجای میکنه فامیلای ما و شما، برش بگو که نه گناست، قطعا اجازه نمیتم. اگر لباس پنجابی را آوردی دازی که آتش پرتش درش بده دیگه. امی لباس خوشحالی ما، روز عید ما همش باید مطابق قانون الله تیر شود که الله از پیش ما و شما راضی باشد. الله بر ما و شما توفیق عمل نصیب کنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم.